پیشنهاد من این است که ما باید در زبان آموزی خود از او تکیه‌ای که امروز به دستور و قاعده داریم به تکیه به متن گذاریم. این یکی از ضرورت‌های اساسی ما برای نجات زبان است. زیرا اگر ما با مکتبم سر و کار داریم، با دانشگاه هم سر و کار داریم، قسم بزرگی درس‌های زبانی ما آموختن دستوری زبان است. یعنی 10 سال تعلیم میتیم اسم چیست، صفت چیست، ظرف چیست، ظرف زمان چیست، ظرف مکان چیست، صفت فعلی چیست، فعل حال چیست، همینا رو باید از یاد کند. 11 سال میخواند، درست روان گپ زدن نمیتواند. فقر زبانی امروز در جامعه هست. و ببینید حتی منصبدار میشه، درست گپ زدن نمیتونه. چرا؟ چون که سالها همین اسم و صفت و فعل جانشین خوانده است و این آدم رو زباندان نمیکند. و وقتی که به اینها اعراض میگیره، باز یک گپی خوب است، میگه خیلی من فیلولوگ نباشم. اگر به جای قاعده های دستوری زیاد خودی متن خوانده شود، مثلا اگر یک بچه ما از صنف 4 و 5 و 6 و 7 و 8 خودی گلستان سعدی، خودی بوستان، خودی شاهنامه، خودی مثنوی، خودی 1001 شب رو همچون متن تعلیمی، شر نیست که تمام شاهنامه را خواند، حداقل یک 2-3 ماه 6 ماه نیم سال همین رو باید خواند، یا 1 سال گلستان و بوستان رو خواند. وقتی که با متن کار میکند زبان باز میشود، با تفسیر کار میکند زبان باز میشود. گراماتیک یا دستور باید برای شرح همین متنها کمک کند. حالا متنها برای فهم گراماتیک کمک میکند. در کتاب درسی اول قاعده رو میارد و یک مثال از عینی و لغزاده از شعر یک چیزی میارد، میگه همین خیلی استفاده شده است. منظور این بود که زبان شناسی و ادبیات شناسی یک علم‌های بسیار مهمند، به اونها تاریخ و سرنوشت زبانی ما با تهدید روبرو میشه، ولی اون برای متخصصا است. اگر بچه یک مقدمه از قاعده های زبان داند ولی بیشتر شاید 70-80% تعلیماتش متن باشد و با خود زبان آشنا باشد، محصول بیشتر میتید. همه در شکل هم شفاهی هم کتبی یا خطی نوشتن رو می‌آموزند. مثلا تصور کنید که 2 حالت هست. یک وقت من بیام به شما درباره یک سیب معلومات زیادی هم که مثلا این سیب است نوعش این است، میچوری اختراع کرده است، این در زمستان تا باور است، در تابستان خیلی است، چند وقت میسته، در بازار خوب است. یک وقتی هست که یعنی که می سیب بخور، شما می گزیده خوردید سیب، اون یک احساس دیگر است. بنابراین ما درباره زبانی قدر معلومات میتیم، به درون متن کمتر میدرویم. این یکی از مشکلاتی روش تعلیم امروز است. در ادبیات هم میخیل کتاب‌های ادبیات بیشترش ترجمه حال ادیبان، با میبه دوره او در کدام حاکم و دوره چی بود، چی سیاست بود، زمان سعیدا اول میبیو، با وضعیت اجتماعی زمانی سعیدا، با ترجمه حال سعیدا، با بچگی سعیدا، نوجوانیش هم خمیرد، آخر در یک غزلش هم میآید. برعکس اگر یک صحیفه معلومات درباره سعیدا میبودو 20 غزل او را شرح و از یاد میکرد، یعنی میشد صاحب زبان. او معلومات درباره سعیدا، درباره ترجمه حال سال تولد رودکی، این دانشی علمی فاکتولوژی است، ولی این معرفتی واقعی زبان و ادبیات نیست که سال تولدش دانه. از این رو این پیشنهاد اول بود که اگر در نظام معارف ما همین تغییر شود، در زباندانی ملت ما هم تغییر اصولی میشه. این پیشنهاد یک.